با درود و عرض ارادت، امیدوارم حالتون خوب باشه. با توجه به فعل و انفعالات بازار، تحولات بازار، شاید پیش بیاد برای شما هم که در معامله خریدار به شما پیشنهاد بده که آقا مثلا برای خرید خونه، ماشین، زمین و مثل اینها بخشی یا قسمتی اعظمی از پول رو ارزهای غیر ایرانی مثل دلار، یورو، پوند یا سکه و شمش به شما بده. میخواستم یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. اول اینکه اگر پذیرفتین حتما در یک مکان معتبر، یک صرافی یا طلا فروشی، اصالت اون سکه یا سکه ها یا اون ارزی رو که میخوایم بگیرید به تایید برسه و مطلب مهمتر این که حتما توی اون قرارداد قید بشه که مبلغی که الان دارید میگیرید مربوط به این پرداختیه. یعنی چی؟ به طور مثال یه معامله شما دارید انجام میدین، زمینی یا ملکی به ارزش 10 میلیارد. امروز مثلا با توجه به بازار دلار 73 تومانه، تقریبا حدود 116,000 و خورده دلار میشه و اینو قید بفرمایید که فقط مربوط به این پرداختی هست و بالا رفتن و پایین اومدن اون هیچ ارتباطی به پرداختی های بعدی نداره. یعنی اینکه اگر دلار بالاتر رفت یا پایین تر اومد، طرف به شما نگه آقا این مقدار دلار بالا رفته و این مبلغ بعدی من رو پر میکنه. لطفا به این نکته توی معاملات که اخیراً هم خیلی باب شده توجه کنید. موفق و پیروز باشید.